واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان نهایت گرامی، دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی خدمت شما دوستان عزیز احادیثی را بیان کردم که بیان کننده طریقه مسح پیغمبر صلی الله علیه و سلم که چگونه بر سر خود مسح میکردن و چند بار مسح میکردن و همچنین چگونه بر گوشه های خود مسح میکردن و همچنین حکم مسح بر عمامه را خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کردم. و در این قسمت برنامه درس ما و شما، درسی که میخوام خدمت شما، احادیثی که خدمت شما تقدیم کنم، احادیث است که بیان کننده این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همیشه بر صحابه کرام تشدید میکردن که باید هیچ جایی از وضویشان خشک نبانه. جاهایی که شستنی از او در وضو واجب و فرض است باید به طور کامل و اکمل و احسن شسته شود و همچنین خاصتا شستن پای همیشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احادیث زیادی بر این چیز پافشاری میکردن که باید پاها به شکلی شسته شود که عقب و پشت از او خشک نبانه. و همچنین در آخر بعد از اینکه انسان وضوء خود را تکمیل میکنه خواندن کدام دعا مشروع است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما خواندن کدام دعا را یاد داده. این احادیث را ان شاء الله در این قسمتی از برنامه خدمت شما دوستان عزیز تقدیم میکنم. در مورد از اینکه انسان باید وضو را به طور احسن اکمل انجام بده به شکلی که هیچ جایی از اعضای از او خشک نبانه، حدیث از صحابی جلیل قدر خادم پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت انس بن مالک روایت شده است که ایشان فرمودند رأى النبی صلی الله علیه و سلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك. راوی حدیث خادم پیغمبر صلی الله علیه و انس بن مالک رضی الله عنه است که ایشان فرمودند که پیامبر خدا شخصی را دید که در پایش مثل الظفر، مثل ناخون انگشت جای مانده که به او جای آب نرسیده. پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی را دید که او شخص وضو کرده بود لیکن در پایش به اندازه فقط یک ناخون جای مانده بود که به او آب نرسیده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای از او شخص گفتند ارجع فاحسن وضوءک، تو برو دوباره وضوء خود را به طور بهتر و اکمل انجام بده، به شکلی انجام بده که هیچ اعضای تو خشک نبانه. این حدیث را ابو داود و امام نسائی روایت میکند. و اما اینکه ما احکامی که از این حدیث استنباط میکنیم دوستان عزیز، اولا است که استیعاب یا در برگرفتن همه اعضا با آب وضو این یک امری واجبی است. یعنی واجب است که انسان وقتی که اعضای خود را میشویه به شکل بشویه که هیچ جای از او خشک نبانه. وقتی که روی خود را میشویه از برآمدن موی پیشانی تا زیر زنق و یک نرمه گوش تا نرمه گوش باید همه شسته شود، هیچ جای از او خشک نبانه. وقتی که دستای خود را میشویه آرنج ها باید در شستن داخل شود، آرنج خشک نبانه یا جای دیگری از دست خشک نبانه. وقتی که پای خود را میشویه به شکل بشویه که عقب پای یا قوزه های پای خشک نبانه. و از جمله احکامی که ما از این حدیث استنباط میکنیم این است که شستن پای فرض و واجب است، نه مسح پای. مسح یک امر طاری و یک امر اضطراری است که انسان وقتی که مسیح میپوشه، جورب میپوشه، میتواند که وقتی که در حضر باشه یک شب یک روز مسح کنه با شروطی که داره که ما در درس‌های آینده ان شاء الله بیان خواهیم کرد. و همچنین
اگر در سفر بوده باشه میتونه که تا 3 روز مسح کنه. این امر طاری و اضطراری است، اما اصل است که باید پای شسته شود و این حدیث دلالت کننده به این است که باید پای شسته شود. و همچنین در مورد ازی که شستن پای فرض و واجب است، ما احادیث زیادی داریم علاوه بر آیه قرآن کریم. احادیث زیادی داریم، از جمله حدیث است که امام ابو داود رحمت الله علیه روایت میکنه که صحابه کرام فرمودن ان النبي صلی الله علیه و سلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامر النبي صلی الله علیه و سلم ان يعيد الوضوء والصلاة. که از صحابه کرام فرمودن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصی را دید که نماز میخوانه، وضو کرده و ایستاد است که نماز بخوانه، لیکن و فی ظهر قدمه لمعة، در بالای پایش مقداری 1 درهم خشکی دیده میشه که از دور فهمیده میشه که خشک است، آب دو نرسیده. فامر النبی صلی الله علیه و سلم ان یعید الوضوء والصلاة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این شخص را امر کرد که تو برو از سر وضو کو و از سر نماز بخوان، چون نمازی که بدون وضو ادا شود نماز باطل است، چون وضو شرط اساسی نماز است و وضو در وقت ما وضو را گفته میتونیم که باید همه اعضای وضو به شکل کامل اکمل شسته شود و این شخص مقدار فقط 1 درهم خشک مانده بود در بالای پای از او، لذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد که وضوی تو درست نیست و بعد از او نمازی که تو با او اقتدا کردی درست نیست، لذا برو از سر وضو کو، دوباره از سر نماز خدا بخون. و همچنین در بخاری، در صحیح بخاری روایت شده است که صحابه کرام میگویند که ما در سفری بودیم و به یک جایی رسیدیم که آب بود و با عجله وضو کردیم که نماز از ما قضا نشود و در وقت عجله بعضی از ما پای بعضی از ما خشک مانده بود، یعنی که با عجله وضو کردیم عقبی پاهای بعضی از ما خشک مانده بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی حالت ما را دید برای ما با آواز بلندی صدا زد ویل للاعقاب من النار، ویل هلاکت و عذاب جهنم باشد برای کسایی که پشتهای پایشان خشک مانده است، پشتهای پای خود را ناشسته به وضو کرده به نماز خواندن شروع کردن یا وضوی خود را تکمیل کردن. و همچنین حدیث دیگری هم در صحیح بخاری وارد است، در حدیث 36 که صحابه کرام میگویند که ما با پیغمبر صلی الله علیه و آله در یکی از اسفار بودیم و ما جلو رفتیم، پیغمبر صلی الله علیه و آله عقب ماند، جایی رسیدیم که نماز عصر و وقتش کم مانده بود و ما شروع کردیم وضو کردن و از عجالتا به خاطر از اینکه نماز عصر از ما قضا نشود ما بر پاهای خود مسح کردیم، با جایی که پاهای خود را بشوییم بر پاهای خود مسح کردیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که آمد ما را دید به این حالت با آواز بلند صدا زد که ویل للاعقاب من النار، ویل هلاکت باشد، عذاب جهنم باشد، عذاب باشد برای کسایی که پاهای خود را نشستند. و با صحابه میگه دوباره ما پاهای خود را وضو کردیم، از سر وضو کردیم، پاهای خود را شستیم و به نماز شروع کردیم. و همچنین امام مسلم از صحابی جلیل القدر انس بن مالک روایت میکند ان النبي صلی الله علیه و آله رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للعقاب من النار. پیغمبر صلی الله علیه و شخصی را دید که وضو کرده بود لیکن پشت پای خود را نشسته بود، پشت پایش خشک مانده بود، عقب پایش خشک مانده بود. پیغمبر صلی الله علیه و فرمود ویل للعقاب من النار. و این وعید است که در جاهای مختلف پیغمبر صلی الله علیه و برای کسایی که پای خود را نشستند یا به عجالتا دیگه اعضای خود را شستند و پای خود را بدون مسح بدون جوراب مسح کردن و نشستند، پیغمبر صلی الله علیه و این وعید را برای از اونها گفته است، در جاهای مختلف در حدیث مختلف این وعید وارد است. و همچنین آیه قرآن کریم که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين دلالت کننده به این است که شستن پای فرض است، چون الله متعال امر میکنه که فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا فعل امر است و فاعلش هم ضمیر جمع است و وجوهكم مفعول به است که در حالت نصب واقع شده و ایدیکم هم معطوف به این است نصب واقع شده و بعد از او در بعد از مسح سر میگه که و ارجلکم، یعنی به حالت عطف چون به مفعول به است لذا او هم به حالت نصب خوانده شده که و ارجلکم. اگر بالفرض شستن مسح کردن می بود باید میگه که و ارجلکم، چون را عطف میکرد به
وامسحوا برؤوسکم، لیکن چون عطف به وامسحوا نشده، به مسح نشده، عطف بر غسل شده، لذا گفته شده که و ارجلکم. این آیه قرآن کریم و همچنین احادیثی که خدمت شما تقدیم کردم و احادیث دیگری زیادی همه دلالت به این میکند که شستن پای در وضو فرض است، الا اینکه انسان مسح یعنی جورب یا مسح پوشیده باشد، در اون صورت با شروطی که داره با ادا کردن او شروط، با جا آوردن او شروط میتونه که انسان مسح بکنه. و همچنین از جمله احکامی که ما از این حدیث انس بن مالک رضی الله عنه استنباط میکنیم این است که انسان وقتی که وضو میکنه، وضو خود را تکمیل نمیکنه، یکی از اعضای از او خشک میمانه و نماز میخونه، باید نماز خود را و وضوی خود را از سر بگیره، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله در حدیث گفت ارجع فاحسن وضوءک، تو برو پس از سر وضو کو. و همچنین در حدیث ابو داود فرمود که امر نبی صلی الله علیه و آله ان یعید الوضوء و الصلاه، پیغمبر صلی الله علیه و آله اون شخصی که مقدار یک درهم از پایش خشک مونده بود او را امر کرد که هم وضوی خود را از سر بکنه و هم نماز خود را از سر بخونه. و از جمله احکامی که ما از این حدیث استنباط میکنیم این است که انسان یک کاری را در امر وضو وقتی که در حالت نادانی میکنه، در حالت جهالت میکنه و همچنین در حالت نسیان و فراموشی میکنه، حکمش حکم کسی است که عمدن او کار بکنه. یک نفر وقتی که عمدن یک جای پای خود را نمیشه یا پای خود را به شکل میشه که همه پای شسته نمیشه یا که یکی از اعضای خود را ترک میکنه، باید وضوی خود را از سر بکنه، نماز خود را از سر بخونه. همچنین کسی که در حالت جهالت، در حالت نادانی کار میکنه یا در حالت نسیان فراموشی کار میکنه، حکمش حکمی اون کسی که عمدن کرده، باید از سر وضو بکنه و از سر نماز خود را انجام بده. این بود در مورد اینکه باید اعضا به طور احسن اکمل شسته شود. و اما در مورد از اینکه انسان باید به چه اندازه آب وضو کنه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که وضو میکردن چه اندازه آب میگرفتن، در این مورد هم حدیث وارد شده از همین صحابه جلیل القدر انس بن مالک رضی الله عنه که فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یتوضأ بالمد و یغتسل بالصاع الى 5 امداد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وضو به یک مد، به یک اندازه یک مد وضو میگرفتن و به اندازه یک ساع غسل میکردن. مد از گرفتش از مد الیدین، وقتی که انسان میخواد یک چیزی را در دست خود بگیره، هر دو دست خود را پیش میکنه، توسط هر دو دست خود یک چیزی را میگیره، از این گرفته شده. و مد مقدارش چقدر است؟ 4 مد یک ساع میشه، یک ساع شرعی. اما اینکه یک ساع شرعی چقدر است؟ ساع شرعی که در احادیث زیادی آمده، مثلا در احادیث صدقه فطر روزه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که یک ساع از گندم یا از جو یا از خرما داده شود. و همچنین در حدیث دیگری کلمه ساع آمده و ساع یک پیمانه شرعی است که تقریبا علما او را به اوزانی که امروز است به 2.5 کیلو به حساب وزنی 2.5 کیلو یا اینکه 2.5 کیلو بیشتر 2 کیلو 700 گرم اندازه کردن. و اما اینکه اندازش در مایعات، در چیزهایی که به لیتر وزن میشه چقدر است، و البته مایعات یا لیتر وزنش از کیلو کمتر است، لذا علما میگن که یک ساع تقریبا 3 لیتر کم و بیشتر است. وقتی که یک ساع 3 لیتر کم و بیشتر بوده باشه 4 مد یک ساع میشه، یعنی به این معنی که یک مد اندازهش تقریبا 700 یا 750 میلی لیتر است، یعنی از 1 لیتر کمتر آب. و می اندازه آب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وضو میگرفتن و با 4 اندازه از که یک ساع میشه، یعنی تقریبا 3 لیتر آب، به این اندازه پیغمبر صلی الله علیه و سلم غسل میکردن. و یغتسل بالساع الى 5 امداد، به یک ساع که 4 مد میشه به او غسل میکردن و احیانا از او زیادتر میشد به 5 مد میرسید، یعنی یک ساع یک لیتر آب و یک مد دیگه که 700 گرم، یعنی 1 لیتر و 3 لیتر و 700 گرم آب. به این اندازه پیغمبر صلی الله علیه و سلم غسل میکردن و به اندازه یک مد که گفتیم تقریبا به میزان روزی تقریبا 700 یا 750 میلی لیتر میشه، به این اندازه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وضو میکردن. و این حدیث دلالت کننده به این است، حکمی که ما از این حدیث استنباط میکنیم این است که انسان باید در باب وضو از اسراف کار نگیره و به قدر استطاعت به مو اندازه اکتفا بکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم او اندازه را برای ما
در باب وضو در باب غسل بیان کرده. لذا امام بخاری رحمت الله علیه میگه و کریه اهل العلم فیه ان یتجاوز فعل النبی صلی الله علیه و سلم. اهل علم علما مکروه دانستن که انسان در باب وضو کاری نکنه که از کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم تجاوز کنه، یعنی به مو اندازه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آب وضو اختصار کردن و از اسراف کار نگرفتن. باید انسان ها در وقت وضو میکنه کوشش کنه که از در آب وضو کم استعمال بکنه و همچنین در آب غسل و از اسراف کار نگیره. دوستان عزیز، یک میانه برنامه کوتاه میبینیم، بعد از او خدمت شما هستیم با از ادعیه‌ای که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بعد از وضو کردن وارد است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه وضو را ختم میکرد کدام دعا را میخواندن. با ما باشید ان شاء الله. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذر القمة. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بخورید و بیاشامید و صدقه دهید مادامی که از روی اسراف و تکبر و فخر فروشی نباشد. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان نهایت گرامی، ابواب وضو یا فرائض وضو و سنت های وضو را در قسمت های مختلفی از این برنامه خدمت شما تقدیم کردم. در آخر این برنامه حدیثی را خدمت شما تقدیم میکنم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقتی که وضو را ختم میکردن کدام دعا را میخواندن و امت خود را به خواندن کدام دعا تشویق و ترغیب کردن که وقتی که وضو را انسان ختم میکنه باید این دعا را بخواند تا که مغفرت خداوند و رحمت خداوند نصیب حال از او بگرده. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. راوين حديث دوستان عزيز أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي است، أمير المؤمنين رضي الله عنه که از جمله قریشی ها بودن، کسی بود که سلسله نسبشان با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کعب بن لؤی جد هفتم پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جا میشد. آنها در زمان جاهلیت من حیث سفیر عرب بودن. عرب ها وقتی که میخواستن به یک قوم و به یک قبیله سفیر بفرستن، آنها را من حیث سفیر میفرستادن و در شجاعتشان نام و نشان زیادی داشتن و آنها در سال 5 هجری و در بعضی روایات سال 6 هجری بعد از 40 نفر به دین اسلام پیوستند و سبب هدایتشان هم آیاتی شد که آیات ابتدای سوره طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. وقتی که این صحیفه را از دست خواهرشان گرفتن خواندن،
خواندن این آیات سبب هدایت آنها شد و رفته به دین اسلام با پیغمبر اسلام بیعت کردن و به دین اسلام پیوستن. و در بعضی روایت ها هست که سبب اسلامشان، علت اسلامشان و این شد که آنها آیات آخر سوره احقاف را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواند فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. وقتی که این آیات را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن پیش خود فکر کردن که واقعا این قرآن است که از جانب پروردگار عالمین نازل شده و این قرآن نیست که قول شاعر یا قول ساحر یا قول کاهن بوده باشه. و امی آیات سبب هدایتشان شد و به دین اسلام در سال 5 و در بعضی روایت ها در سال 6 هجری پیوستند. بعد از اینکه به دین اسلام پیوستند مسلمان ها ضعیف بودند و پیوستن آنها هم به دین اسلام به برکت دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، ای بار خدایا اسلام را به یکی از دین دو شخص که عمر نام داشتن، که عمر بن خطاب، دیگه عمرو بن هشام که ابو جهل بود، اسلام را عزت بده، اسلام را قوت بده. همین بود که با برکت دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایشان به دین اسلام پیوستند و دین اسلام عزیز و قوی شد. و صحابه کرام میگن که ما خدا را پت عبادت میکردیم، پنهان عبادت میکردیم، جهرا خدا را عبادت کردن نمیتونستیم تا که عمر اسلام آورد. وقتی که عمر اسلام آورد ما 2 صف شده داخل مسجد حرام داخل شدیم و با پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جای نماز خواندیم و از یک صف ما عمر بن خطاب حمایت میکرد و از صف دیگری عم نبی صلی الله علیه و سلم حمزه بن عبدالمطلب حمایت میکرد. آنها بعد از هجرت تقریبا اکثر صحابه با مدینه منوره به طور مخفیانه هجرت کردند، لیکن حضرت عمر بن خطاب به طور آشکار ظاهر و با تهدید مشرکین هجرت کردند و بعد از اینکه هجرت کردند در تمام غزوات با پیغمبر صلی الله علیه و سلم شریک بودند و بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم من حیث مشاور با حضرت ابوبکر بودند. بعد حضرت ابوبکر من حیث خلیفه گماشته شدند و فتوحات زیادی به دست ایشان شد در زمان خلافت ایشان. بلاد فارس، بلاد روم و بلاد مصر و فلسطین، همه این شهرهای پهناور اسلام در زمان خلافت ایشان داخل دین اسلام شدند. این مردم و با دین اسلام پیوستند و ایشان در ماه محرم سال 24 هجری توسط غلام مجوسی، غلام مغیره بن شعبه ابو لؤلؤ مجوسی زخم برداشتند و در نتیجه به شهادت رسیدند. آنها روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ما منکم من احد یتوضا، هیچ یک از شما نیست وقت هنگامی که وضو میکنه فیسبغ الوضوء، لیکن به شرطی که وضو را به طور کامل و به طور مکمل میکنه، هیچ جای از اعضای از او خشک نمیبونه. ثم یقول، بعد از در آخر وضو چی میگه؟ اشهد ان لا، این دعا را میخونه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گواهی میدهم که هیچ الهی غیر از الله متعال نیست، تنهاست، شریک و همتایی ندارد و گواهی میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست. وقتی که این دعا را میخواند الا فتحت له ابواب الجنه، دروازه های جنت برای از او باز میشود. فتحت با صیغه ماضی ذکر شده به خاطر تحقق وقوع از او، یعنی که واقع شدن این کار یک امر محقق و یک امر حتمی است. همچنان که خداوند میفرماید و نفخ فی الصور، در صور وقتی که نفخ شود، این در صور نفخ شدن یک امر مستقبل و آینده است، لیکن از او تعبیر به ماضی میکنه به خاطر تحقق وقوعش. همچنین پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه الا فتحت له ابواب الجنه، دروازه های جنت یک امر مستقبل است که در آینده برای از واز میشه، لیکن تعبیر بر ماضی میکنه به خاطر که تحقق وقوع، یعنی یک امر محقق است که واقع شدن از یک امر محقق و حتمی است. این حدیث را امام مسلم و امام ترمذی روایت میکند و همچنین ابو داود و ابن ماجه در این کتاب‌های حدیث روایت شده، در صحیح مسلم، در سنن ترمذی و سنن ابو داود و سنن ابن ماجه. ولیکن در سنن امام ترمذی وقتی حدیث روایت میکند جمله دیگری را اضافه میکند که پیغمبر صلی الله علیه و آله او جمله را برای صحابه کرام یاد میدادند. بعد از اینکه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله را که میخواندن، میگفتن که باید این دعا هم خوانده شود اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، ای بار خدایا
مرا از جمله توابین بگردان، از جمله کسایی که توبه میکنن به تو انابت و رجوع میکنن و مرا از جمله کسایی بگردان که ظاهر خود را پاک میکنن. توبه گفته میشه پاک کردن باطن انسان از گناهان. وقتی که انسان گناه میکنه باطن انسان ناپاک میشه. وقتی که توبه میکنه گناه ها که از او میروه باطن انسان توسط توبه پاک میشه. و اما توسط وضو انسان ظاهر خود را پاک میکنه. ظاهر خود چتلی‌ها که در بدن انسان است، در کارهای انسان است، توسط وضو او را پاک میکنه. وقتی که انسان توبه میکنه از گناههای باطنی پاک میشه. وقتی که انسان وضو میکنه از چتلی‌های ظاهری پاک میشه. وقتی که انسان از چتلی‌های ظاهری پاک شد، از چتلی‌های باطنی پاک شد، مورد محبت خدا قرار میگیره، محبوب خدا قرار میگیره. لذا خداوند متعال میفرماید ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. خداوند توابین را، کسایی که خود را از گناه‌های از چتلی‌های داخلی پاک میکنه و همچنین کسایی که خود را از چتلی‌های ظاهری پاک میکنه خداوند را دوست می‌داشته باشه و محبوب خداوند متعال قرار میگیره. و همچنین روایت دیگری هم در مسند احمد و ابو داود آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند من توضأ فاحسن وضوءه ثم رفع نظره الى السماء فقال، کسی که وضو بکنه بعد از او وضوء خود را فاحسن الوضوء، به طوری که احسن و کامل انجام بده، بعد از او چشمای خود را به طرف آسمان بالا بکنه و این دعا را بخونه که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابین و اجعلني من المتطهرین فتحت له ابواب الجنه. وقتی که این دعا را میخونه وضو میکنه به طور احسن و کامل، چشمهای خود را به طرف آسمان بالا میکنه، این دعا را میخونه، خداوند متعال دروازهای جنت را برای از او باز میکنه. و این حدیث در مورد وضو وارد شده که بعد از وضو این دعا باید خوانده شود و امام نووی میگه که مستحب است که انسان بعد از غسل هم این دعا را بخونه. و اما اینکه در مورد دیگه از کار وضو که آیا در وضو از کار دیگه هم است یا نیست، علما و محققین به این نظر هستند که فقط چیزی که وارد است، چیزی که در احادیث صحیح وارد شده و از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله در اول وضو بسم الله الرحمن الرحیم را می‌خواندند، چون هر امری که بدون بسم الله شروع میشه پیامبر صلی الله علیه و آله گفته که اون ناقص است و لذا در اول وضو بسم الله الرحمن الرحیم را می‌خواندند و در آخر وضو همین دعا را می‌خواندند که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابین و اجعلني من المتطهرین. اما احادیث دیگری که در مورد دیگه ادعیه وارد است که پیغمبر صلی الله علیه و آله در وقت شستن دست کام دعا را می‌خواندند، در وقت شستن روی کام دعا را می‌خواندند، در وقت شستن پاها کام دعا را می‌خواندند. علما میگن که این احادیث اصل اساس نداره، احادیث ضعیف است. فقط انسان باید در اول وضو بسم الله الرحمن الرحیم بگه، وقتی که وضوء خود را تکمیل کرد همین دعا را بخونه که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابین و اجعلني من المتطهرین. و این حدیث مشهور است که گفتیم در صحیح مسلم و در سنن ترمذی و در سنن ابو داود و در سنن ابن ماجه آمده و همچنین از جمله دعایی که از پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت است که حاکم روایت میکنه از ابی سعید خدری رضی الله عنه که ایشان فرمودند من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتبت في رق ثم طبع بتابع فلا يكسر الى يوم القيامه. این حدیث را بعضی از علما میگن موقوف به ابو سعید خدری است و بعضی علما میگن که نه مرفوع است به پیامبر صلی الله علیه و آله که ایشان فرمودند هر کسی که وضو میکند بعد از او در آخر میگه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. ای بار خدایا پاکیست را و حمد سناس برای تو گواهی میدم که جز تو خدایی نیست، استغفرك واتوب اليك، از تو مغفرت میخواهم و به طرف تو رجوع میکنم و توبه میکنم. وقتی که این دعا را خواند کتبت فی رق، این در یک ورقی از درخت، در یک پارچه درخت یا در شاخه از درخت یا در برگ از درخت نوشته میشه. ثم طبع بتابع، بعد از او بر بالای از او مهر زده میشه.
فلا یکسر الی یوم القیامه، تا روز قیامت هم این میده نمیشه، از بین نمیره. یعنی کسی که دعا را بخونه خداوند برای او در صحیفه اعمالش نوشته میکنه و تا به روز قیامت او را برش نگاه میکنه. وقتی که روز قیامت میآید که در صحیفه اعمالش مثلا هزارها بار وضو کرده، هزارها بار این دعا را خوانده و برای هزارها بار این دعا در صحیفه اعمالش بار بار نوشته شده و سبب دخول جنتی از او و سبب قرار گرفتن از در رحمت و مرحمت خداوند و غفران خداوند شده است. دوستان عزیز، تقریبا تا اینجا ابواب متعلق به فرایض وضو و سنت های وضو خاتمه می‌یابد و ان شاء الله در قسمت های آینده ابواب دیگری که او هم متعلق به وضو میگیره، ابواب مسح بر خفین است و همچنین نواقض وضو است و را خدمت شما در پرتو احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.